4 سال من 4 کвадрат از دو با دو دیدم کراواتی خوب دیدم یک کرسی نشست باش یک جای دست روشی همینجا چند بار تیرباران کردم همین است اگر از آن نمیکشیدیم این روزا نمیرسیدیم ولی این جای خوب چند بار تیرک کردم در شهر خوجند نزد تئاتر کمال خوجندی 75 کس ярадор شد از آن جمله خودی من 2 کس وفات کرد 2 کودک از خلقهای وی تا حاضر در پا موندگی است 6 مراتبه تقدیر در بدخشان اگر باید باشد من گفته بودم من برای صلح و وحدت ملی مردم تاجیک جان خود را نثار میکنم لیکن صلح را به تاجیکستان میارم تهدید و خطر پراکنده شدن ملت تاجیک و از بین رفتن دولت تاجیکان بود ملت علاقه پراکنده شده ایستاده بود دولت از بین می رفت بعضا کشورها علاقه در تقسیمات برای فرو بردن دولت جوان تاجیکستان را کشیده بودند گروه های افراطی که حالا بعضا اونا ادامه دارند حالا هم از خارج و بعضا جای دیگر آنها درد نمی‌کردند برای چون که اونا خائن بودند اونا نه حسی ملی داشتن نه حسی وطن دوستی نه وطن پرستی نه یکان چیزی دیگر نه ایمانشون هم فروخته بودند مذهبشون هم فروخته بودند اما نفس حرامشان باید خانه می‌کردند وقتی که انسان درک می‌کند آماده به همه کار بودیم برای همین من با کابل اولین بار رفتم حالا که در 30 سال آخر کابل یگان رهبر دولت رفتگی نبود در شهر کابل جنگ بود جنگ میرفت من در همونجا با رهبرت سابق مخالفین و کردم که اگر ما شما با خود آمده ملت را سرجم نکنیم در تاریخ ملت تاجیک ما شما را همچون ملت کوش هیچگاه خلق تاجیک فراموش نمی کند نبیره با ابیره ریشه و پیوندی ما شما را نیست می کند خوبش که بیاین صلح کنیم آتش بس صلح کنیم ملت را سرجم کنیم رفتن من همین هدف بود همین مقصد بود در اینجا قوه دیگر بود دیگر چیزا بودن که دولت را میخواستن با همین را تاجیکا دولتداری کردن نمیتوانند فرو میبردن الکی آمدن تا انزاب پولهای و ترکوندن کو هدف چی بود هدف جدا کردن فرو بردن با دست خود خائنان ملت تاجیک خب این وای صحیفه های تاریخ نمان من باوری کامل دارم امروز خلق تاجیک هم جسور است هم غیور است هم دلیر است هم قهرمان است چون که خودی به این روزای سعید وحدت ملی صلح و ثبات کامل رسیدن این خدمتی بزرگ و قهرمانان خرد و بزرگ ملت تاجیک خلق تاجیک است که به این روز رسیدیم